7 میلیارد آدمیم نمیتونیم با هم رو کره زمین زندگی کنیم. میخوام بگم به هم بریزمت. از این بیشتر؟ آره. خب ما یه واحدی تو بدنمون داریم به اسم ATP، آدونزین تریفسفات فکر کنم. این واحد انرژی بدنه. اینجوری بیا با هم فکر کنیم راجبش. مثل پوله در بدن. خوبه؟ هر سلول ما هم که یه موجود زنده است و همینجوری که ما داریم حرف میزنیم یه تعداد دارن میمیرن، یه تعدادی قبلا فکر می‌کردن سلولای مغز مثلا عوض نمیشه، الان اینجوری نیست. تقریبا ظرف 9 ماه ما بالای 80-90% سلولای بدنمون تغییر پیدا میکنه، اما سعی میکنیم همون هویت سابق رو برداریم که خب این خودش داستان‌های خاص خودش رو داره. این ATP 40 تریلیون، من تکرار میکنم 40 تریلیون، میلیارد رو یعنی رد کن دیگه، 40 میلیارد نه، یه لول بالاتر. خب 40 تریلیون یعنی 40 تریلیون انسان انگار درون ما داره زندگی میکنه، هر کدوم بر خودشون سیستم گوارشی خاص خودشون رو دارن، اصلا این جهان منظم، ما بی‌نظمشون میکنیم. ATP واحد پول بدنه. خب این ATP رو تمام این سلول ها به قدر نیاز دریافت. خودم میگم تنم یه جوری میشه پروردگار. اسماعیل، تمام سلول های بدن به قدر نیاز اول برمی دارن، بعدش جاهایی از سلول ها که استفاده بیشتری میکنن مثل سیستم دستگاه عصبی بیشتر برمی داره. هیچ سلولی گشنه نمیمونه. نظم، دنبال چه نظمی تو بیرون میگردی؟ نظم، عدالت. میدونی شما قلبت، من یه کتابی میخوندم الان اگه عدد اشتباهه به بزرگواریشون منو ببخشن، ولی تو کتابی اینو خوندم اسماعیل، حدود 33 ثانیه طول میکشه که قلب ما 200 مایل یا حدود 400 کیلومتر خون پمپاژ کنه از اینجا تا رشت. 33 ثانیه. اصلا چی میگیم ما اینجا؟ اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ ما کجاییم؟ جهان کجاست؟ این نقطه‌ای که تو میگی کجاست؟ یکی از کسایی که جایزه فیزیک نوبل رو برده، میدونی خب بالاخره یه چیزی داره، یه نظریه داره، میگه که بیگ بنگ شروع دنیا نبوده یا حضرت عباس میگه پایان یه دنیا که دیگه بوده که این شروع اینجا اتفاق افتاده.